یکی از استفاده هایی که از تاریخ زبان میتونیم بکنیم اینه که آگاهی های زبانی رو برای تعیین قدمت برخی از متن‌ها به کار ببریم. از جمله متن‌هایی که میشه با این روش‌های زبانی و تاریخ زبانی کمی در مورد قدمتشون شاید بیش از کمی بازنگری کرد، متن فرامرزنامه است که سالها پیش منتشر شده و اون رو متنی مربوط به سده پنجم دانستم. اما ویژگی هایی که من الان برای شما برمی‌شمارم نشون میده که این متن مال دوران بعد از مغوله، یعنی حداقل 200 سال یا بیش از 200 سال فاصله داره با قرن 5. اولین ویژگی این است که در این متن کلماتی با هم قافیه شدن که مطابق با موازین آوایی سده‌های کهن نیستند. مثلا در این متن 200 با زیست قافیه شده، در حالی که اگر قرن 5 بود 200 با نیست قافیه میشد و زیست با کلماتی مثل چیست و کیست و گریست و از این قبیل. 200 تلفظش دوست بوده و نمیتونسته با زیست قافیه بشه. همانا که ماندند مردی 200 هزیمت غنیمت شمردان که زیست. این بیت نشون میده این متن کهن نیست. نمونه دیگه کلمه دیر هست. کلمه دیر به صورت در تلفظ میشده در قدیم و وقتی می‌بینیم در فرامرزنامه با دستگیر قافیه شده متوجه میشیم که این متن مربوط به دوران بعد از مغوله سرایشش. بیامد بغلتید بر خاک دیر چنین گفت که ای داور دستگیر. نمونه دیگر کلمه شیره. شیر جنگل به صورت شعر تلفظ میشده و نمیتونسته با ویر به معنی هوش که به همین صورت تلفظ میشده قافیه بشه. خردمند نامآور و تیزویر به پای خود اندر دم نره شیر. شیر با ویر قافیه نمیشده و وقتی می‌بینیم قافیه شده باید تشخیص بدیم که این متن مربوط به سده 5 و 6 و 7 نبوده. نکته دیگه‌ای که هست این است که در این متن بعضی از کلمات به کار رفته که این کلمات کهنی نیستند. مثلا لغت اژدر در این متن به کار رفته. اژدر اصلا در اون دوره به کار نمی رفته. در اون دوره یا اژدر داریم یا اژدرها داریم یا اژدها. صورت اژدر مال سده 7 و بعد از سده 7. بیتش هم براتون پیدا کنم. لغت اژدر: نگاریده کرده که این چهره اوست که از اژدر و شیر درید پوست. همین کلمه اژدر به ما نشون میده که این متن کهنی نیست. در متن‌های کهن به هیچ وجه این لغت دیده نمیشه. اصلا اژدرها چیز دیگری است. شاید گمان کردن که اژدرها جمع اژدره و کم کم این لغت به این صورت فرض شده و به کار رفته. منتها هیچ کدوم در متون کهن نیست. اگر هم می‌بینید در بعضی متن‌ها به کار رفته به تصحیحات معتبرتر رجوع کنید. مثلا در یه ترجیبند عطار به کار رفته ولی منسوب به عطاره. در نسخه معتبر دیوان عطار که در نشر چرخ چاپ شده اگه نگاه کنید می‌بینید که اصلا اون شعر به کار نرفته. بنابراین به این اژدر متأخر که در بعضی متن‌های کهن انگاشته به کار رفته توجه کنید و به این پی ببریم که این متن‌ها کهن نیست.